از اول بچگی 1000 بار هدف گذاری کردی، 1000 بار برنامه‌ریزی کردی ولی بهش نرسیدی. چرا؟ هدف گذاریت مشکل داشته، ارادت مشکل داشته، یا اینکه یه اشکال یه جای دیگه است. ما تو این کارگاه قرار در مورد این با هم دیگه صحبت کنیم. خیلی موقع یه چیزی رو می‌بینیم دلمون میخواد بعد براش هدف گذاری می‌کنیم. آیا واقعا این هدف گذاریه یا اینکه نه ما هوس کردیم که اینو انجام بدیم یا تو آرزوهامون بود که اینو انجام بدیم؟ فرق هوس، هدف و آرزو خیلی مهمه. خیلی موقع ما به هدفمون نمیرسیم چون تفاوت اینا رو خوب تشخیص ندادیم. وقتی که میخوای به یه جای بری میاد گوگل مپ میزنی. تو گوگل مپ چی کار میکنه؟ فقط تعیین میکنه کجا میخوای برسی، یعنی که اول تعیین میکنه کجا هستی. ما باید اول بدونیم واقعا کجاییم. برای اینکه واقعا بدونیم کجا هستیم باید بریم گذشتهمون رو بررسی کنیم. ما میگیم تو هدف گذاری شما باید بررسی صادقانه و بیرحمانه عملکرد گذشته رو داشته باشی. وقتی گذشته رو بررسی کنی، نگاه میکنی، میبینی الگوریتم های تکرار شونده زندگی چی بوده، بر اساس اون میتونی هدف بهتری تعیین کنی. یه موقعی به هدفمون نمیرسیم به خاطر اینکه سر راهمون گول خوردیم، از مسیرمون منحرف شدیم. اینو ما بهش میگیم سندرم شیء درخشان. تو سندرم شیء درخشان شما یاد میگیرید که چه چیزایی باعث میشه که حواستون پرت بشه، چه چیزایی شما رو از مسیر اصلیتون دور میکنه و باعث میشه فکر کنید اراده لازمو نداشتید یا برنامه‌ریزیتون مشکل داشته یا هدف گذاریتون اشتباه بوده. ما روی این کار میکنیم و سعی میکنیم این مهارت رو بهتون یاد بدیم. ما یه سری چیزا رو یاد گرفتیم برای اینکه بتونیم هدف گذاری بهتری داشته باشیم، برای اینکه هدف گذاریمون راحت‌تر و بهتر به نتیجه برسه. اما یه چیز دیگه هم لازم داریم. ما به این میگیم وابستگی عاطفی به هدف. اگر هدفتو قبول داشته باشی، اگر باور داشته باشی و براش کار کنی، پشتکار داشته باشی، شانس رسیدن به هدفت بیشتر میشه. ما تو این کارگاه قراره که اینا رو کار کنیم. قراره با هم دیگه اینا رو تمرین کنیم، گام به گام بیایم جلو و کاری کنیم که اون هدفی که تعیین کردیم اولا مناسب ما باشه، دوم اینکه بتونیم بهش برسیم و از رسیدن به هدفمون لذت ببریم.